یگان عبادت در تواضع مثل لا اله الا الله وزن ندارد. حضرت موسی علیه السلام که یا رب علمنی شیئا ادعوک به، پروردگارا برای من یگان کلمه تعلیم بده که تو را دعا کنم، عبادت بکنم با اون کلمه. الله تعالی که یا موسی قل لا اله الا الله، ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتن پروردگارا کل عباد یقولون هذا، تمام بنده ها اینو میگویند، با کمبلر، عالم و بی‌سواد، پیر و جوان، مرد و زن، همه میدونند من پیغمبر خدا باشم، کلیم الله باشم، یک دعای را برای من تعلیم ده که خاص من باشد. الله تعالی که ای موسی لو ان السماوات السبع و عامرهن غیری، تمام آنهایی که در آسمان هستند و آسمان را آباد میکنند غیر من، و تمام 7 طبقه زمین و آنهایی که در زمین هستند، همه اینا در یک پهلوی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله فی کفة، اگر لا اله الا الله در دیگر ترازو گذاشته شود مانت بهن و رجحت بهن لا اله الا الله، لا اله الا الله وزنی میکند اینها. در دیگر حدیث آمده است که اگر لا اله الا الله بر بالای زمین و آسمان افتاد، زمین و آسمان را ویران میکند. غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین وقتی شریک